امیدوارم که از شنیدن آهنگ لذت برده باشین. میخوام ببینیم کی میدونه این آهنگ مال کی بوده. تو این ردیف کی میدونه؟ هیچ کس. تو ردیف شما که خواننده ای من نه هر کی میدونه تشریف بیاره اینجا میخوام یادداشت بکنم. دوستان جایزه داریم. جایزه شوکر ندارم. من همین که هرچی میگم عمل میکنم. جایزه داریم. تشریف بیاره اینجا شما. تشریف بیاره بازدامنده به همین رو ببینیم که کی چی میده. شما میدونی کی بوده؟ اینجا ببینم. خیلی خوشگل کردیم امشب. آماده رقص هستی امشب؟ مطمئنم تو حتما هست. چند تا رای گیری بود گرفتین شما؟ آقای جابر انصاری نوشته آواسی. فکر می‌کنم مال آواسی بوده؟ آقای نادر عطوفی نوشته مال آقای شماعی زاده است. می‌فرمایند نه ما نمی‌دونیم. خانم شیوای سازگار فرمودن شماعی زاده. دو نفر شماعی زاده. درسته؟ بله خب شما چی؟ این کی نوشته؟ اینم آقای سیروس نادری نوشته یارم مال آبادینه. نادر عطوفی و خانم شیوای سازگار. تشریف بیارید جلو لطفاً. خب ما یه مسابقه دیگه هم داریم. همین آهنگ میزنیم. حالا هر کسی تونست بخونه یه بیت اولش رو برامون که هر کی تونست همه بلد یه آهنگ رو بخونیم. خیلی خوب ما میخوام ببینیم مردم چجوری بخونن. میزنم شما بخونید. جواب درست دادن لطفا یکی از اون
کادوهای نوروزی خدمتشون. کارت تلفنه، بریم زنگ بزنیم به فامیلاتون تو ایران حالش می‌کنه. خب شما دیگه راحتی نمی‌کنید چون معمولی رقص شد ستونه